فکر میکنید این صفحه فقط درباره مهندسی است؟ من مهندس عمران هستم، اما اینجا فقط از ساختمان و پل صحبت نمی کنم. مهندسی، پژوهش، تجارت و آموزش چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ ارتباط همه این مسیرها فقط یک کلمه است: فرصت. من کاوشگرم، همیشه دنبال پاسخ، تجربه و یک مسیر تازه. در کاپیسا به دنیا آمدم و در کابل بزرگ شدم. نزدیک به 10 سال است که دور از زادگاه هم زندگی می کنم. 6 سال از این مسیر را در اروپا گذراندم و در رشته مهندسی عمران تا مقطع ماستری تحصیل کردم. در ادامه این مسیر توانستم برنده یک بورسیه تحصیلی شوم. بعدتر به عنوان دستیار پژوهشی در دانشگاه فعالیت کردم. نتیجه بخشی از پژوهش‌هایم نشر چند مقاله علمی بود. برخی از این مقاله‌ها به منبعی برای پژوهشگران دیگر تبدیل شدند. اما مسیر من در دانشگاه متوقف نشد. وارد کسب و کار آنلاین شدم. در 5 سال گذشته تجربه علمی و عملی به دست آوردم. در ایجاد 3 استارتاپ سهم داشتم، از محصولات زیبایی و عطر و ساعت تا یک اکوسیستم تازه دیجیتال. البته همه چیز همیشه موفق پیش نرفت، اما بزرگترین درس‌هایم را دقیقاً از همان شکست‌ها گرفتم. عاشق ایده خود نباشید، عاشق مشکلی باشید که می‌خواهید برای مردم حل کنید، چون ایده بدون شناخت بازار فقط یک تصور زیبا باقی می‌ماند. اینجا فقط از ایده‌ها حرف نمی‌زنیم، با تحقیق و تجربه راه‌های عملی را با هم پیدا می‌کنیم. اینجا از تجارت آنلاین، هوش مصنوعی، بورسیه، زبان، دانشگاه و استارتاپ صحبت می‌کنیم تا مهارت را به یک فرصت واقعی تبدیل کنیم. این درس‌ها را ساختم چون جوانان با استعداد بسیاری را دیدم که برای تبدیل توانایی‌هایشان به فرصت به یک مسیر روشن و آموزش عملی نیاز داشتند.